نامش سارا بود. قسمت 30. شب کوتاه و طاقت فرسا بود. سحرگاه سر و کله یک پرستار نسبتاً چاق که یک ردای آبی رنگ کاغذی زیر بغل زده بود پیدا شد. با لبخند گفت که آن را باید موقع عمل به تن کنم. به آن یک جفت جوراب و یک کلاه نیز از همان جنس اضافه کرد. او تصریح کرد که نیم ساعت دیگر برای بردن من به اتاق عمل باز میگشت و باز هم با همان لبخند مهربانانه به من یادآور شد که به خاطر بیهوشی حق خوردن یا نوشیدن چیزی نداشتم. رفت و در را با ملایمت پشت سر خود بست. در شگفت بودم که امروز صبح او چندین زن دیگر را با همین لبخند از خواب بیدار کرده بود. زنان بارداری که قرار بود بچه‌ای را از وجودشان می‌تراشیدند و بیرون می‌کشیدند. زنانی همچون خود من. ردای آبی رنگ را به آرامی پوشیدم. جنس آن از کاغذ بود و پوست تن را به خارش می‌انداخت. کار دیگری جز انتظار کشیدن نبود. تلویزیون را روشن کردم و یکی از کانال‌های خبری 24 ساعته را گرفتم. دراز کشیدم و بدون هیچ تمرکزی تلویزیون تماشا کردم. ذهنم فلج شده بود. تا 1-2 ساعت دیگر همه چیز به اتمام می رسید. آیا واقعا آمادگیش را داشتم؟ آیا می توانستم آن را تاب بیاورم؟ آیا به اندازه لازم نیرو برای این کار داشتم؟ قادر به پاسخ دادن به این سوالات نبودم. تنها کاری که از من ساخته بود این بود که با ردا و کلاه و جوراب‌های کاغذی روی تخت دراز به دراز بخوابم و انتظار بکشم. انتظار برای رسیدن لحظه‌ای که باید به اتاق عمل می‌رفتم. انتظار برای لحظه‌ای که داروی بیهوشی تأثیر می‌کرد و من به خواب می‌رفتم. و انتظار برای لحظه‌ای که دکتر دست به کار شود. نمی‌خواستم به حرکاتی که او در بین ران‌های از هم گشوده من انجام می‌داد بیندیشم. مانع ورود این اندیشه به سرم شدم و برای این کار به سرعت ذهن و اندیشم را به صفحه تلویزیون و به گزارشگر باریک اندام و بلوند آب و هوا با ناخن‌های مانیکور شده سپردم که چگونه با حرکات حرفه‌ای معابانه روی نقشه فرانسه که پوشیده از خورشیدهای کوچک خندان بود دست می‌کشید. به یاد آخرین جلسه‌ای که 1 هفته پیش با روانکاو داشتیم افتادم. برتراند دستش را روی زانوی من قرار داده بود. نه، ما این بچه را نمی‌خوایم. ما با هم به توافق رسیدیم. من سکوت کرده بودم. روانکاو به من نگاه کرده بود. آیا من به علامت تصدیق سر تکان داده بودم؟ چیزی به یادم نمی آید. همینقدر به یادم می آید که من احساس منگی می کردم. مثل آدم‌های هیپنوتیزم شده. بعد برتراند توی ماشین گفته بود این بهترین کاری بود که می شد انجام داد عشق من. خواهی دید. همه چی به زودی تموم خواهد شد. و بعد بوسه گرم و عاشقانه ای از من گرفته بود. زن بلوند غیبش زد. صدای آرم برنامه‌ای دیگر شنیده شد و گزارشگر دیگری جای آن زن بلوند را گرفت. امروز 16 ژوئیه 2002 گرامی داشت 60مین سال دستگیری دست جمعی ولدرون دیور است که در آن هزاران خانواده یهودی توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند. نقطه سیاهی در تاریخ گذشته فرانسه. بیدرنگ صدای تلویزیون را بلند کردم. همچنان که دوربین در خیابان نلتون چرخ می‌زد، به یاد سارا در هر کجا که بود افتادم. هر کجا که بود، او امروز را به خاطر می‌آورد. نیازی نبود که کسی یادآوریش کند. برای او و برای تمام خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند، 16 ژوئیه فراموش نشدنی بود. و امروز صبح
همچون تمام صبح‌های دیگر آنها پلک‌هایشان را با درد گشوده بودند. می‌خواستم به او بگویم، به آنها بگویم، به همه مردمانی که، اما چگونه؟ احساس ناتوانی می‌کردم. دلم می‌خواست فریاد می‌کشیدم، نعره می‌زدم. به او، به آنها، به همه می‌گفتم که من می‌دانستم که من از یاد نبرده بودم، که من هرگز فراموش نخواهم کرد. تلویزیون چند نفر از بازمانده‌ها را در کنار لوح یاد بود در خیابان نلتون نشان داد. برخی از آنها همان بازماندگانی بودند که من طی مصاحبه‌هایم با آنها آشنا شده بودم. ناگهان متوجه شدم که هنوز آن شماره از مجله سنسین که مقاله‌ام را چاپ کرده بود یا چاپ می‌کرد را ندیده بودم. این شماره امروز منتشر می‌شد. تصمیم گرفتم که پیامکی روی تلفن همراه بامبر بگذارم و از او بخواهم یک نسخه از مجله را به آدرس کلینیک برایم بفرستد. بدون اینکه چشم از صفحه تلویزیون بردارم تلفنم را باز کردم. چهره گرفته فرانک لوی بر روی صفحه تلویزیون هویدا شد. او از بزرگداشت آن روز صحبت کرد و خاطر نشان نمود که امسال با اهمیت بیشتری برگزار می شد. صدای بیپ بیپ تلفن همراهم را شنیدم. برتراند برایم پیام گذاشته بود. پیام مربوط به آخرین ساعات شب گذشته بود و فقط خواسته بود بگوید دوستت دارم. پیام بعدی مربوط به ناتالی دوفور بود. اظهار تأسف کرده بود که این همه دیر تماس گرفته بود. خبرهای خوبی داشت. پدر بزرگش پذیرفته بود که مرا ببیند و از سیر تا پیاز سرگذشت سارا دوفور را برایم حکایت کند. پدر بزرگ برای این ملاقات چنان از خود شور و هیجان نشان داده بود که کنجکاوی خود ناتالی را هم برانگیخته بود. صدای سرزنده و پرشور ناتالی صدای یک نواخت و موقر فرانک لوی را در خود پوشاند. اگه مایل باشید من خودم پنجشنبه صبح شما را به اشل و مرشه میبرم. خیلی دلم میخواد بدونم بابا بزرگ چه چیزهایی برای گفتن داره. لطفاً به من زنگ بزنید تا ببینم که کجا باید همدیگر رو ملاقات کنیم. قلبم چنان شروع به تپیدن کرد که نزدیک بود از سینه بیرون بپرد. گزارشگر تلویزیون دوباره سر و کله‌اش پیدا شد و موضوع دیگری را آغاز کرد. برای تلفن زدن به ناتالی هنوز خیلی زود بود. باید همچنان 1-2 ساعت دیگر صبر می‌کردم. هنوز هیچ نشده بود، پاهایم در آن جورابای کاغذی به رقص در آمده بودند. تمام سرگذشت سارا دوفور. کاسپار دوفور چه حرفی برای گفتن داشت؟ من قرار بود چه اطلاعاتی کسب کنم؟ کسی به در ضربه زد. از جا پریدم. پرستار با آن لبخند کشدارش مرا به دنیای واقعیت بازگرداند. او تند و فرز در حالی که تمام دندانها و لثه‌هایش را به نمایش گذاشته بود گفت: وقتشه مادام. صدای جیر چرخهای برانکار در بیرون اتاق به گوشم خورد. ناگهان همه چیز برایم روشن و آشکار شد. تاکنون موضوع برایم این همه روشن و ساده نبود. از جایم برخاستم. رو در روی او ایستادم و با ملایمت گفتم: ببخشید تغییر عقیده دادم. کلاه کاغذی را از سرم برداشتم. پرستار هاج و واج نگاهم کرد. اما مادام، ردا را پاره کردم و از تن بیرون آوردم. پرستار که ظاهراً از برهنگی ناگهانی من شوکه شده بود رو برگرداند. تیم جراحی منتظر شماست. قاطعانه گفتم: برام مهم نیست، نمیخوام عمل کنم. میخوام این بچه را نگه دارم. لبهای آن پرستار زن از خشم و ناخشنودی به لرزه در آمدند. من میرم دنبال دکتر و میارمش اینجا. چرخی زد و راهش را کشید و رفت.
صدای تلق تلوق تیز و ناخشنودانه صندل‌هایش را روی کفپوش راهرو درمانگاه شنیدم. قبای جینم را به کله کشیدم. کفش‌هایم را به پا کردم. کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون زدم. پله‌ها را یکی دوتا کردم و از کنار پرستارهای رم کرده‌ای که سینی‌های صبحانه را حمل می‌کردند گذشتم. متوجه شدم که مسواک، حوله، شامپو، صابون، دئودورانت، کرم و جعبه آرایشم را در حمام جا گذاشته بودم. با خودم گفتم مهم نیست، به درک، و مثل برق از میان در ورودی زیبا و آراسته کلینیک خارج شدم. به درک. خیابان خلوت بود. پیاده روهای پاریس در چنین ساعتی از صبح مثل همیشه برق میزد. یک تاکسی صدا زدم و به سمت خانه روان شدیم. 16 ژوئیه 2002. کودک من در جای امنی در درون من خفته بود. میل به خندیدن و گریستن داشتم. خودم را رها کردم. هم خندیدم و هم گریستم. راننده تاکسی از توی آینه نگاهم کرد. این نیز برایم مهم نبود. به درک، من کودکم را حفظ کرده بودم. بنا به ارزیابی سرانگشتی من، روی پل بیرحکیم حدود 2000 نفری تجمع کرده بودند. بازمانده ها، خانواده هایشان، بچه ها، نوه ها، شهردار پاریس، نخست وزیر، وزیر دفاع، چندین سیاستمدار، خبرنگارها، عکاسها، فرانک لوی، هزاران گل، یک چادر که در باد در رقص بود و یک تریبون سفید رنگ، یک همایش با شکوه. گیوم در کنار من ایستاده بود. چهره‌ای موقر داشت و سر به زیر انداخته بود. ناگهان بیاد حرفای پیرزن خیابان نلتون افتادم که گفت هیچ کس از اونا یادی نخواهد کرد. اصلاً چرا باید یادی بکنن؟ اون روزها سیاه ترین روزهای تاریخ ماست. در همین لحظه آرزو کردم که ای کاش او اینجا بود، که او به این صدها چهره خاموش و متأثری که در اطراف من بودند نگاهی میانداخت. زن زیبای جا افتاده با موهای پرپشت خرمایی رنگ پشت تریبون آواز میخواند. صدای صاف و روشنش صدای آمد و شدها را در خود میپوشاند. آنگاه نخست وزیر آغاز به سخنرانی کرد. 60 سال پیش درست در اینجا در پاریس و نیز در سر تا سر مملکت این فاجعه مصیبتبار شروع به شکل گرفتن کرد. حرکت به سمت وحشت هر لحظه سرعت بیشتری می گرفت. سایه مرگ اکنون مردمی را که دسته دسته به درون ولدروم دیور رانده می شدند احاطه می کرد. امسال همچون سالهای پیش یک بار دیگر در این مکان گرد هم آمده ایم تا از یاد نبریم آزار و شکنجه ها را، تعقیب ها و گریز ها را و در هم شکستن سرنوشت یهودیان فرانسوی را. در سمت چپ من پیرمردی دستمالی را از جیبش بیرون آورد و بی سر و صدا شروع به گریستن کرد. دلم به حالش سوخت. در شگفت بودم که او برای چه کسی می گریست. او چه عزیزی را از دست داده بود. همچنان که نخست وزیر به نطقش ادامه میداد نگاهم را بر روی جماعت گرداندم. آیا در اینجا کسی بود که سارا استرازینسکی را بشناسد و او را بیاد بیاورد؟ آیا خود او نیز در اینجا بود؟ درست در اینجا، در همین لحظه؟ آیا او اکنون به اتفاق همسر، فرزند یا نوه‌اش در اینجا حضور داشت؟ پشت سر من یا مقابل من؟ با دقت به زنانی که در سنین 70 سالگی بودند نگاه کردم
و کوشیدم که چهره‌های موقر چین خورده‌ای را که چشمان زیبای بادامی داشتند از هم تمیز دهم. اما از زل زدن به این چهره‌های بیگانه اندوهگین احساس بدی به من دست داد. سرم را به زیر انداختم. صدای نخست وزیر به نظر وضوح و نیروی بیشتری به خود گرفته بود و در گوشها طنین بیشتری می‌انداخت. آری، ولدیو، درانسی و تمام آن اردوگاه‌های گذار و آن تالارهای مرگ همه به دست فرانسوی‌ها سازماندهی شده بود و توسط آنها اجرا و نگاهداری می‌شد. آری، اولین حرکت نسل کشی در اینجا و با همدستی دولت فرانسه صورت پذیرفت. چهره‌های بسیاری در اطراف من آرام و ساکت به سخنان او گوش فرا می‌داد. همچنان که نخست وزیر با صدای محکم به خطابه‌اش ادامه می‌داد، به چهره‌های آنها دقیق شدم. در سیمای تک تک آنها اندوهی عمیق نقش بسته بود. اندوهی که با هیچ چیزی نمی‌شد از آن چهره‌ها زدود. جمعیت برای مدت درازی برای خطابه نخست وزیر کف زد. مردم می‌گریستند و یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند. در حالی که همچنان در کنار گیوم ایستاده بودم، با فرانک لوی که یک نسخه از مجله سنسین زیر بغل زده بود صحبت می‌کردم. او به گرمی به ما سلام داد و ما را به چند روزنامه‌نگار دیگر معرفی کرد. لحظاتی بعد آنجا را ترک کردیم و رفتیم. برای گیوم تعریف کردم که چه مستأجرانی پیش از تزاک‌ها در آن آپارتمان زندگی می‌کردند و چگونه این ماجرا مرا به پدر شوهرم که راز سیاهی را به مدت 60 سال در سینه حفظ کرده بود نزدیک ساخته بود. همچنین گفتم که در جستجوی سارا، همان دخترکی بودم که از بونلارولان گریخته بود. نیم ساعت بعد قرار بود با ناتالی دوفور مقابل ایستگاه متروی پاستور ملاقات کنم. او مرا به اورلئان نزد پدر بزرگش می برد. گیوم صمیمانه مرا بوسید و در آغوش کشید و برایم آرزوی موفقیت کرد. همچنان که روی شکمم دست می کشیدم از عرض خیابان شلوغ و پر رفت آمد گذشتم و به سمت دیگر آن رفتم. اگر امروز صبح آن درمانگاه را ترک نگفته بودم، اکنون داشتم نرم نرمک در یک اتاق دنج نارنجی رنگ زیر نظر یک پرستار خندان هوشیاریم را به دست می آوردم. آنها برایم صبحانه خوشمزه مختصری از نان و مربا و شیر قهوه می آوردند. آن وقت طرفهای عصر، در حالی که هنوز کاملا سر و پا نشده بودم و دردی در پایین شکمم احساس می کردم، با سر و قلبی کاملا تهی تک و تنها به خانه باز می گشتم. خبری از برتراند نداشتم. آیا کلینیک به او زنگ زده بود و او را در جریان قرار داده بود که من قبل از عمل آنجا را ترک گفته بودم؟ هیچ اطلاعی نداشتم. او همچنان در بروکسل بود و قرار بازگشتش برای امشب بود. اصلا نمیدانستم که چگونه باید این خبر را به او اطلاع دهم. اینکه او چگونه آن را میپذیرفت نیز برایم یک علامت سوال بود. همچنان که از خیابان امیل زولا به سمت پایین سرازیر می شدم و نگران دیر رسیدن به قرارم با ناتالی دوفورودم، به این می اندیشیدم که آیا نظر یا احساس برتراند همچنان برایم حائز اهمیت بود. این تفکر عذاب آور مرا به وحشت می انداخت.